خب سلام بچه، خوش اومدیم به دومین ویدیو کانال اکشن تیوی. تو این ویدیو قرار که بهترین قسمت های سری کلاسیک بنتن رو بهتون معرفی کنم و بگم کدوم قسمت از همه خفن تر بود. پس زیاد وقتتون رو نمیگیرم، بزن بریم سراغ ویدیو. خب شماره 10 کوین 11، نمره آی ام دی بی 8/5. خب ما برای اولین بار اینجا کوین لوین رو میبینیم که بنتن فکر میکنه که کوین آدم خوبیه و باش دوست و رفیق میشه و کوین هم که آمنیتریکس رو میبینه میخواد قدرت آمنیتریکس رو به دست بیاره که همینطوری هم میشه. بنتن هم از این قضیه خیلی عصبانی میشه و میره سراغ کوین و با هم یه دعوای خیلی جانانه و محکم میکنن. اوکی بریم سراغ بعدی. شماره 9 گوسفریک اوت. خب نمره آی ام دی بی 8/5. ما اینجا میبینیم که گوسفریک از ساعت بنتن فرار میکنه و دنبال جس میگرده که بره تو بدنشون. هم گوئن انتخاب میکنه که راه گوئن بتونه بنتن رو بکشه و کلا قسمت دارک و ترسناکی بود که شاید بتونه بچه ها رو بترسونه، ولی برای من که ترسناک نبود، بچه بودم دیدمش. خب دیگه حرف اضافه ای نمیمونه، بریم سراغ بعدی. خب شماره 8 کنتن، نمره آی ام دی بی 8/7. خب ما اینجا بچه بنتن و بچه کوین یعنی دوین لوین رو میبینیم که این کلان بونوس اپیزود در مورد زندگی بن 10,000 بود که واقعا اصلا خفن بود بونوس اپیزودش و جالب بود. و آره دیگه حرف اضافه نمیمونه، بریم سراغ بعدی. شماره 7 فریمت، نمره آی ام دی بی 8/7. این دومین حضور کوین توی کل سریای کلاسیک بود که ما میبینیم که کوین خودش رو جای موجودات بنتن جا میزنه و میره دزدی و کارا خلاف میکنه. بنتن هم که از این قضیه خیلی عصبانی میشه، میره سراغ کوین و یه دعوای خیلی جانانه با هم دیگه انجام میدن. بعد بنتن کوین رو میندازه تو آب و که کوین شنا یاد بگیره و آره دیگه بریم سراغ بعدی. شماره 6 بن ولف، نمره آی ام دی بی 8/7. ما برای اولین بار اینجا کای زن آینده بنتن میبینیم که بنتن میخواد مخشو بزنه و آره دیگه. خب اینجا بنتن تبدیل به گرگینه میشه و این گرگینه توی موجوداتش اضافه میشه و کلا سری واقعا جالبی بود که قبل از آمنیورس اصلا هیچ اشاره به کای نکردن، ولی تو آمنیورس خیلی اشاره بهش کردن. خب بعدی شماره 5 سیکرت. خب نمره آی ام دی بی 8/9. ما برای اولین بار قوی ترین ویلن بنتن یعنی ویلگکس رو میبینیم که خود بنتن پشماش ریخته بود و اصلا یه جاهایی داشت کم میآورد و نمیتونست ویلگکس رو شکست بده، ولی آخری حرکتی زد و ویلگکس رو شکست داد و خوشحال و شاد بود و فاز گرفته بود که آقا من ویلگکس رو شکست دادم و اصلا من قوی ترم و آره دیگه اینا. خب شماره 4 بن 10,010، نمره آی ام دی بی 8/9. ما برای اولین بار اینجا بن 10,000 رو میبینیم که اون از همون اول آمنیتریکس دستش بود و هیچ وقت آمنیتریکس رو از دستش در نیاورد و اینجا گوین آینده رو میبینیم که آره دیگه اینجا هیچ عکسی پیدا نکردم موجودات بن 10,000 تو این قسمت و تنها چیزی که پیدا کردم این بود دیگه، ببخشید دیگه. خب شماره 3 بن 10 در مقابل منفی 10 پارت 2، نمره آی ام دی بی 9/1. این چون پارت 2 یکی از اپیزوداست نمیتونم زیاد در موردش حرف بزنم چون که اسپویل زیادی براتون میشه. خب پس بزن بریم سراغ بعدی. شماره 2 بازگشت با انتقام، نمره آی ام دی بی 9/10. این اپیزود واقعا یکی از بهترین اپیزودا بود که من گفتم شاید جای اولیو بگیره که نگرفت. اینجا ما همکاری بین کوین و ویلگکس رو می‌بینیم که اگر این دوتا رو با هم دیگه مخلوط کنن اصلا این چیز بمبی در میاد که این دوتا می‌خواستن بنتن رو بگیرن و بکشن دیگه، ولی بنتن هم یه حرکتی زد دیگه. آره دیگه بریم سراغ بعدی. خب شماره 1 یعنی یکی از بهترین قسمت‌های سری کلاسیک بن 10 در مقابل منفی 10 پارت 1، نمره آی ام دی 9/10. خدای نمره بالایی بهش دادن. خب ما توی این اپیزود میبینیم که همه دشمنای بنتن که نمیشه گفت بعضی از دشمنای بنتن دست به یکی کردن، قوی تریناشون
که بنتن رو شکست بدن. بنتن هم چند تا یار کمکی برای خودش میاره که یه فایت خیلی باحال بدن که واقعا فایتشون جالب بود. خب دیگه این ویدیو هم تموم شد. لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. خدا